یا سلام و یا پیغام به تمام هواداران شیر محمد یاوان، به همه شما برادرها خاطر رسان میکنیم که روزهای آخر در سایت اینترنتی خبرها بسیار شدگی و ما خواستیم که این معلومات انیق به او هواداران شیر محمد دیم که در حقیقت در این بین چی کار و بار گذشتگی کار و بار همه خیشتگی یا دو برادرها بر ما برای حجت رانندگی کردگی حجتشان سپاریده بودند. در این مدت در فدراسیای روسیه که ما قرار داریم کرانتین کلان شده بود. همون آدمانی که ما حجتهای سپاریدیم برادرای عزیز از این بین گم شدند در حالت کرانتین. یگان خیل علاقه قطعی و یا نیست کجا شدند چی شدند و ما که در این بین رول اساسی را بازی میکردیم با او خاطر خواستیم که به برادرها فهمونیم که این حادثه این خیل نیست. ما در همه بین هستیم. ما نخواستیم که این کار این خیل انجام دید. خیلی همه خیل شید. هرچی آید بر سری فرزندی آدم بگذرد. ما اگه کسی که چند پولی که خرج داریم و به همه شما خاطر رسان میکنیم که ما وای پولی برمیگردونیم. ما صنعتکار هستیم، بین خلق هستیم و ما وعده میدیم که ای کسی چی دیرمه که داجین هستیم و برمیگردونیم. و او برادرایی که این کار را آمده ما هم هر یک کار را قادریم که نه که ما این کار را نکردیم، ما صبر پیشه کردیم. او برادرایی که آمدن برای شأن و شرف ما را افطاریتیت ما را پس زدن همه کارهای در حق ما کردن. نه که ما برادر یگان کس دگان بدی نداریم. یه بار دیگه ما آشکارا میگم که دل نیت بد نداریم. ما یگان کس در بدی نداریم. خورده کلانه یا شای پیر جوانه همه برای ما یک خیل است و فقط همه را خواستم گفتنیم که برادرها ما در خط علاقه هستیم، ما در تماس هستیم. همه شما در سربلندی خانه آباد محبت الهی تمنا داریم و آن چیزی که از او برادرها ما داجین هستیم ما و یارا برادرها برمیگردونیم. با سلام و درودی بی پایان، شاه حاجی شیر محمد از ملک غریب.